بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم شکر میفرستیم به الله سبحانه و تعالی و حمد و ثنا به الله میفرستیم که الله متعال بازم برای ما و شما توفیق نصیب کرد که امروز باز هم در درس از درس‌های ایمانی با هم یک جا باشیم و درباره آنچه از احکام دین هست، درباره توحید، وحدانیت الله، استغفار، توبه، رجوع و این مسائل بحث بکنیم. دوستای عزیز، نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی نعمت ماه مبارک رمضان است. بسیاری از دوستای بودن همراه ما و شما در سالهای گذشته که ماه مبارک رمضان همراهشان می بودیم و در ماه مبارک رمضان بسیار دوستا بودن، لکن بسیاری از اونا فعلا نیستن و شکر بکنیم به الله سبحانه و تعالی که بازم برای ما و شما فرصت عمر نصیب کرد و توفیق عزیر نصیب کرد که ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم و آخرین روزهای ماه شعبان ختم بکنیم و در این عصر فتنه ها و مشکلات قرار داریم. الله متعال خودش لطف بکنه و کرم خدا و رحم خدا بکنه که از این مشکلات و جنجال ها و فتنه ها و از اینا به خوبی، با استقامت و با صبر و با رجوع به بارگاه الله و با اطاعت از الله و رسولش همه این مشکلات سپری بکنیم. برادرای عزیز، خواهرای محترم، امروز میخوایم چند چیزی، چون ماه مبارک رمضان آمدنی است و ما و شما در شرف ماه مبارک آمدن ماه مبارک رمضان هستیم، که سوال در اینجا سرش بحث بکنیم که چه قسم برای ماه مبارک رمضان، ماه رمضان چه قسم استقبال بکنیم. دوستای عزیز، طبعا ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان پیش الله بسیار ارزش دارن. همین ماه یک ماه بسیار مکرم و معزز و مشرف است و هم روزه از این ماه بسیار پیش الله ارزش داره و حتی یکی از دروازه های جنت دروازه ریان است که مخصوص روزه‌داران هست. ولی پیش از این که ما و شما سر از این مسئله به رمضان روزه را شروع بکنیم، اول بیاین سر از این بحث بکنیم که وقتی ما میخوایم که در رمضان داخل شویم، رمضان کدام گناه ها را عفو میکنه، کدام گناه ها را عفو نمیکنه. رمضان برای کی منفعت میرسانه، برای کی منفعت نمیرسانه. روزه کی قبول میشه و روزه کی قبول نمیشه. از خود باید این مسائل پرسان بکنیم و روزه درسته که قبول میشه، اساس از او و تهدابش و زیربنایش چی هست. کدام گناه ها هست که توسط روزه بخشیده میشه و کدام گناه ها هست که روزه و رمضان سبب بخشش از او نمیشه. بعضی گناه ها هست، کدام گناه ها هست، کدام معصیت ها هست که سبب از این میشه که هیچ روزی انسان قبول نشه و از این نعمت بزرگ ماه مبارک رمضان هیچ انسان مستفید نشه. خب اینجا یک سلسله سوالای زیاد است که انسان باید از خود پرسان بکنه. مثلا میایم سر از این بحث میکنیم که آهسته آهسته می سوال ها کلش جواب گفته شود. اول ما عبادت های ششگانه داریم. عباداتی داریم که مربوط به فکر است و عباداتی است مربوط به قلب است، عباداتی است مربوط به زبان است
عباداتی هست مربوط به بدن است، عباداتی هست مربوط به مال است و عباداتی هست که مربوط به شریعت الهی است و احکام الله است. حال وقت ما و شما در این مسئله بحث میکنیم، از خود سوالهایی را میکنیم که آیا مثلا در این سوالها من نمره میگیرم؟ من شما را نمره نمیتم، من خودم نمره باید بتم. هر کسی خودش کتابچه را بگذاره، قلم بگذاره و سوال میشه و این سوال ها را خود انسان باید جواب بگویه. خود انسان. مثلا سوال اول من از خود پرسان میکنم که به خاطر ازی که فردا یا پس فردا وقتی که روزه میایه، اول باید ما در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله از خود 10-15 سوال بکنیم. سوال اول، وقتی که در لا اله معبودان باطل نفی میشن، آیا ما تمام این معبودان باطل نفی کردیم واقعا عملی در زندگیم؟ و یا ای که ما مبتلا هستم به یکی از این معبودان باطل؟ مثلا معبودان باطل تا یک قسم نیست. بعضی معبودای باطل هست که به شکل چی هستن؟ به شکل یک قبر هستن، به شکل یک مجسمه هستن. بعضی معبودای باطل هستن که اونا به شکل انسان زنده هستن. یعنی معبود باطل چوبی هست، معبود باطل سنگی هست، معبود باطل گوشتی هست، معبود باطلی که عبادتش باطل است، خودش خوب آدم است اما عبادتش باطل است. پس ما باید اون معبودی که به شکل چوب ساخته شده، شاید شخص خوبی بوده باشه، مثلا بعضی بت‌های عرب‌ها به شکل چوب ساخته شده بود، بعضیش به شکل سنگ ساخته شده بود. عالمی بت‌هایی که به شکل چوب و سنگ ساخته شده بودن، متوجه هستین؟ خوب دقیق باشین. همین معبودایی که به شکل چوب و سنگ ساخته شده بودن، این معبودها بسیاری وقتا عبادت میشدن. اصلا این مجسمه یک انسان خوب بود اما اون معبود حق نبود. چرا به او باید عبادت نشه؟ مثلا یک نفر مجسمه پیغمبر رو جور میکنه، مجسمه یک ولی از اولیاء الله رو جور میکنه، تصویرش یا مجسمهش از سنگ جور میکنه یا مجسمهش از چوب تراش میکنه. به هر شکلی که باشه این معبود باطل است، معبود حق نیست. ما نباید برای عبادت بکنیم. بعضی اوقات این معبود به شکل چی می باشه؟ به شکل قبر می باشه. شاید قبر یک انسان خوب باشه لکن معبود حق نیست. ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل. الله متعال میگه الله حق است، من دون الله که است این معبود حق نیست، باطل است. بعضی اوقات همین معبود باطل شخص خوب می باشه اما معبود حق نیست. وقتی شما پیش یک نصرانی میرین، او میگه من این مجسمه عیسی مسیح را عبادت میکنم. حالا عیسی مسیح علیه السلام پیش ما پیغمبر است و معصوم است، مثل دیگه پیغمبرها ما و شما به او ایمان داریم، لکن این مجسمه عیسی علیه السلام و خود عیسی علیه السلام معبود حق نیست، یعنی مستحق عبادت نیست. چرا؟ وقتی که میگی لا اله، تمام مخلوقات و تمام کسایی که به غیر از الله عبادت میشه کلش باید نفی بکنیم. ملائکه باشه، پیغمبر باشه، ولی باشه، یا مثلا درخت باشه، یا به شکل نبات باشه، یا به شکل آب باشه، بحر دریا باشه، یا به شکل ستاره و مهتاب و آفتاب باشه. این معبودا را کلش کشیدیم. بله ما به پیغمبرا من حیث پیغمبر ایمان داریم و قبولشان داریم و پیامشان قبول داریم، اما من حیث معبودی معبود ما نیست. این باید فکرن انسان فکر خود جور بکنه. بعضی اوقات همین معبود زنده می باشه. مثلا یک نفر پیش یک شخص نه برای قبر سجده میکنه نه برای بت، میگه ما نه بت داریم نه قبر داریم نه
بت داریم و نه مثلا ما به کدام قبر رفتیم چیز. اما در مقابلش یک انسان به شکل گوشت و پوست استخوان شیشته زنده و این میره در مقابل ازی عبادت ازی میکنه، بر ازی رکوع میکنه و سجده میکنه. و امروز ما و شما چون رسانه ها بسیار وسیع شده و دنیا را مثل یک قریه که کوچک ساخته، ما و شما میبینیم هر کسی که هر کار میکنه به چشم خود میبینیم، یعنی میتونیم مثال هایش به چشم خود ببینیم. پس ماه مبارک رمضان برای کسی که به غیر الله، ببینید در قرآن عظیم الشان بعضی از اصطلاحات است. یک وقتی من میخواستم که سر هر اصطلاح قرآنی یک درس داشته باشیم، یکی از دوستا پیشنهاد کرد استاد همین اصطلاحات قرآنی رو برای ما یک اصطلاح درس بدید. درست است گفتیم. مثلا در قرآن عظیم الشان گفته عبادت برای الله هست، برای غیر الله نیست. غیر الله کی هست؟ تمام مخلوقات شامل میشه. من دون الله کی هست؟ تمام مخلوقات است. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. معبود حق و معبود باطل دمی آیات معرفی شده. الله معبود حق است، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 50 قسم است، 60 قسم است، 70 قسم است من دون الله. کل از اینا معبودان حق نیستن. وقتی که معبود حق نشد معبود باطل است. اگر کسی را من حیث معبود عبادت میکنه ولو که پیغمبر باشه این گمراه است. روزیش نمیشه، عبادتش نمیشه، رمضان برش فایده نمیرسانه. ما به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم، محبت داریم، متابعتش میکنیم، با رتبه بلندش، تمام صفات عالی انسانی و اخلاقی و تمام صفات داره. و انک لعلی خلق عظیم، دارای اخلاق عظیم هست، قلبش پاک است، علم نشرح لك صدرک، کل زی. اما محمد صلی الله علیه و سلم معبود نیست، ما او را عبادت نمیکنیم، معبود نیست. کعبه، ما به طرف کعبه روی میاریم، به طرف قبله ما هست، اما معبود ما نیست. ما برای کعبه عبادت نمیکنیم. اگر کس برای کعبه عبادت میکنه ای به معبود باطل، معبود باطل خود ساخته. معبود ما نیست، قبله ما هست، برایش عبادت نمیکنیم. کس برای قبله سجده نمیکنه. ما مثلا پشت از دیوال استاد میشیم نماز میخونیم، برای دیوال سجده نمیکنیم. دوستای عزیز این نکات بسیار مهم است. خب این رو فهمیدیم، معبودایی که به حق نیستن. معبود حق الله هست. اگر کسی فقط معبود حق الله هست بر از او عبادت میکنه، روزه بر از او میگیره، روزش قبول است. و اگر کسی بغیر از الله به هر کسی دیگه که جن باشه، انسان باشه، ملائکه باشه، نبات باشه، حیوان باشه، هر چیز دیگه که باشه، من دون الله، کل از اینا، اگر برای یکی از اینا یک عبادت از 99.99 یک حصه از این به غیر الله کرد، روزیش قبول نیست. زحمت بکشه، قبول نمیشه. پس اول ما باید چی کنیم؟ خود از تمام معبودایی که غیر الله هست فکر خود تخلیه بکنیم، باز تحلیه بکنیم، نماز بخوانیم، عبادت بکنیم، توحید. اول لا اله بگویم، کل از این نفیه بکنیم، باز بگیم الا الله، اون وقت درست میشه. اگر نه که ای هم باشه ای هم باشه، باز اینجا چی میشه؟ شرک میشه. از این خاطر الله میگه لا اله، اول بگو کلش نفیه کن، بگو یا مستحق عبادت نیستن غیر الله، باز بگو وقتی که لا اله گفتی باز بگو الا الله، نیست هیچ کسی، لا اله نیست هیچ کسی مستحق عبادت و اطاعت الا الله، بغیر از الله یگانه. روزه میگیریم، بله با این شکل روزه میگیریم، بله روزه میشه. خب سوال دوم، در لا اله یک چیز دیگه هم نفی میشه، او چی هست؟ باید بفهمیم. انداد، ارباب، طواغیت، معبودای باطل، 4 چیز نفی میشه. همین 4 چیز نفی کردیم، همین 4 چیز نفی کردی. خب معبودای باطل نفی کردیم. دوم چی رو نفی کنیم؟ طواغیت. طاغوت چی هست؟ طاغوت 3 قسم است. یا طاغوت معبود است. طاغوت معبودش چه قسم است؟ طاغوت پیشتر معبودای باطل نفی کنیم. نه، او معبودای باطلی که عبادت میشن
شاید مرده باشه، شاید رفته باشه، شاید با آسمان رفته باشه، پیغمبر باشه، شاید ملائکه باشه، شاید جن باشه. معبودایی که خودش مردم دعوت میکنه به این عبادت ما را بکنید، ادعای علم غیب میکنه، ادعای معبود و ادعای الوهیت میکنه. دیگه را میگه به من رکوع بکنین، بر من سجده کنین، در پای من خدا پرتین، اشکال عبادت بر من بکنین. ایره طاغوت معبود میگن. داری امت یک شخصی که برش ای رکوع و سجده را بکنی؟ داری این قسم کس به خاطر که روزیت قبول شه ماه مبارک رمضان این طاغوت معبود او سکو برش بگو که تو مخلوق هستی، من بر تو باید عبادت نکنم، مرا بازی دادی، فریب دادی، من فقط به خالق یگانه که الله هست، لا اله، نیست هیچ طاغوت معبود قابل عبادت الا الله و غیر از الله. دوم قسم طاغوت مطاع هست. مطاع چه قسم است؟ قانونگذارایی که قانون ضد شریعت الله میسازن، رئیس جمهور است، پارلمان است، کانگرس است، مجلس نماینده ها هست، شورای ملی هست، لوی جرگه هست. هر کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه باید به این کافر شوی. فمن یکفر بالطاغوت، چی طاغوت معبود باشه، چی طاغوت مطاع باشه، چی طاغوت مطبوع باشه. کافر شدی برازی، الله میگه کافر شو به طاغوت ها، به این کسایی که قانون های ضد شریعت الله میسازه. یا گرفتار هستی، مبتلا هستی. اگر مبتلا هستی، ما این بارک رمضان توبه بکو، رجوع بکو و به الله صادقانه بگو که یا الله، ما به تمام این کسایی که قانون ضد شریعت الله میسازن ما به این کافر شدیم. و اگر کدام وقت مثلا ما همراه از این طاغوت ها در پانتونش درس دادیم، توبه میکنم، استغفار میکنیم که یا الله، اگر او هم که مثلا تو در مکتبش درس میتی یا در پانتونش درس میتی و اگر دفاع میکنی و مسلحانه بودی، توبه بکو، توبه بکو، فرصتش است. اگر میخوای روزیت قبول شود، اگر میخوای روزیت قبول شود، توبه بکو از این طواغیت، از اطاعت طاغوت، از دفاع از طاغوت. اگر نکردی، هنوز هم به مو فکر هستی و مو اندیشه هستی که من دموکرات هستم، من جمهوریت خواه هستم، من سوسیالیست هستم، من کمونیست هستم، من دموکرات هستم. روزه خدا زامت نتی، خدا زامت نتی. توبه کو از این، چون کل از اینا نظام های طاغوتی هست. دموکراسی یک طاغوت است، جمهوریت یک طاغوت است، پارلمان هایی که ضد شریعت الله قانون میسازن طاغوت هستند، کنگرس یک طاغوت است، ملل متحد یک طاغوت است. اینال از این طواغیت باید توبه بکنی. از این اگر عضوش بودی توبه بکن، بگو یا الله من بد کردم، اشتباه کردم، غلط کردم، نمیفهمیدم، توبه بکن. بعد از روزه بگی الا الله، الله را به وحدانیتش قبول کردی، بعد روزه بگی، روزی تو را الله قبول میکنه. تراویح بخوان، تراویح تو را الله قبول میکنه. قیام اللیل بکو، الله برات قبول. در غیر از او نمیشه. بسیار کساس فریب میدن، من فریب نمیدم، به خاطر اینکه اگر من فریب بودم شاید در رمضان دیگه من زنده باشم یا نباشم اعتبار نیست. این حال ما به خاطر اینکه زنده باشیم یا نباشیم چقدر مردم فریب بدیم، چی فایده میکنه فریب ما؟ با این گپای موازی قسم بانه و بانه در قبر هم با گرز آتشی در فرق ما زده شده. استغفر الله. پس اگر میخوایم روزه ما قبول شود باید به این طواغیت چی شویم؟ کافر شویم. چرا؟ به خاطر که الله میگه فمن یکفر بالطاغوت، طاغوتی که قانون ضد شریعت من میسازه باید کافر شوید. و یؤمن بالله، بعد از بگویی که ایمان به الله دارم، بعد از بگویی الا الله، فقط حق و صلاحیت تشریع و احکام ذات حکیم داره که بر ما تعیین بکنه قوانین احکام، چی خوب است چی خراب است، چی حلال است چی حرام است، چی جایز است چی ناجایز. سوم قسم طاغوت مطاع خواندیم، طاغوت معبود خواندیم، طاغوت مطاع خواندیم. طاغوت مطبوع، طاغوت مطبوع کی هست؟ بسیار زیاد است. یا چه قسم هستن؟
علمای درباریه که ضد شریعت الله فتوا میتن. امروز چقدر کسایی هستن که 24 ساعت شیشتن، زبانهایشان شیرین است از عسل، قلبهایشان از زار هم کرده بدتر است. چه قسم بشناسی میره؟ بسیار ساده. این علمای طاغوت هستن. طاغوت ببینید، طاغوت گاهی مطاع بود، محبود بود. مطبوعش چی است؟ به لباس عالم، به لباس شیخ، به لباس شیخ الحدیث، به لباس با تقوا، به لباس متخصص اسلام. لکن فتوایش وقتی که سر میتی با آیات قرآن، با آیات قرآن تکر میکن. الله میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. قرآن میخونی الله میگه، ما بسیاری وقتا حیران میشم، قرآن میگه لا یتخذ المؤمنون، نگیره مؤمنان، الکافرین، کافرها را اولیاء دوست خود. و این طاغوت که میدیم، این باز میامد دوستهای امریکایی ما، دوستهای خارجی ما، دوستهای یهود ما. انا لله و انا الیه راجعون. قرآن چی میگه؟ ای چی فتوا میده؟ قرآن میگه که از اونا دفاع نکنین. این طاغوت مطبوع چی میگه؟ نه دفاع کنین، شما حد حق هستین، شما قهرمانای کشور هستین، شما هستین که مدافعین از وطن هستین. وقتی از پیشش پرسان میکنی که از کی دفاع میکنی، میره مسلمان هم میزنن زیر قمانده کافر. کافر میگه بکش، ای از او اطاعت میکنه. باید توبه بکنن. اول این خود امیر مفتی که قسمی فتواها داده، ضد جهاد فتوا میته، ضد ولا و برا فتوا میته، ضد شریعت الله، ضد قرآن فتوا میته، ضد حدیث فتوا میته. و بنام از که من مسلمان هستم و دعوتگر اسلام هستم و شیخ الحدیث هستم و شیخ التفسیر هستم. چه قسم اینا را بشناسیم؟ خوب بشناسین. ببین برش دربار چی میگه؟ دربار چی میگه؟ یک وقتی مثلا در افغانستان دکتر نجیب بود، مشاورین اسلامی از چی میکردن؟ وظیفهشان چی بود؟ هر گپی که او میزدی برش آیت پیدا میکرد. و اگه میگفت روس خوب است، این باز میامد یک حدیث یا آیت پیدا میکرد این روس گفته که خوب است. اگر میگفت که برش میگفت که بگوین که کسی که عسکر ما هست روزه نگیره، این قرارش اشتباه برش فتوا میداد که شما عسکر هستین، شما روزه نگیرین، شما برین کارتون. قانون وزارت، من به چشم خود جوان بودم 40-50 تا طاغوت مطبوع را میدیدم که لنگی های کلان کلان به نام وزارت شؤون اسلامی، ملای شؤون اسلامی میگفتن. وقت مردم باز قدر خوب بودن که میفهمیدن که این ملای شؤون اسلامی که در تلویزیون هست و به نفع از این نظام کمونیستی فتوا میده، این کافر است، بیدین است، حتی پشتش نماز نمیخواندن. ولی آیسته آیسته جنگ فکری شروع شد و طاغوت مطبوع این قسم خود در قلب مردم جای به جای کرد که هر کسی که مخالف ازی برش بگویه که تو خودت با این فتوای کافر میشی، این بازی رو میگه تو تکفیری هستی، تو خوارج هستی، تو مخالف هستی، تو فلان هستی، تو فلان هستی. انا لله و انا الیه راجعون. باز روزه میگیره و یا کسی که از اینا پیروی میکنه و پشت از اینا میگیره و فتواهای از اینا را میگیره و باز روزه میگیره، خود زامت میده. ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان هست. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان هست. یعنی یک نفر طرف ترکستان میرفت، به طرف ترکستان میره و این طرف کعبه هست، برعکس ازی روان است. کجا میری؟ حج میرم. گفت که این جای تو که میری خود ترکستان میبرم، حج کو این طرف است، اسلام این طرف است، این طرف روان است. و باز از امو عالمی که خوب میشناسیش که این
اگر در غرب است زیر حاکمیت طواغیت غربی هست به نفع از اونا فتوا میده و این باز بسیار خوشحالی میکنه. تو خود فریب میدی. او خود به خاطر که از جیب تو از تو منفعت داره و خودش در اینجا درگیر است، باز میری از پیش از او فتوا میگیری. یعنی میری پیروای طاغوت مطاع، یعنی همین طواغیت کلانی که اینجا هستن به شکل رئیس جمهور پارلمان و بر از اینا از کیف تو میگیره از طاغوت دیگه که به نام طاغوت مطبوع هست. این هم طاغوت است، این هم طاغوت است. منتها این طاغوت به شکل در لباس پارلمان است، رئیس جمهور است، قوای مقننه هست، قوای اجرایی است، و این طاغوت در لباس مولوی است، شیخ الحدیث است، رئیس شریعت است، دکترا در شریعت داره، شیخ التفسیر است، به این القاب. لکن اردوش چی هست؟ از دیدگاه اسلامی شما کتاب ابن قیم جوزی را بخوانین که تعریف طاغوت براتان میده. تا وقتی که من تعریف ابن قیم جوزی را که گفت طاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من مطبوع و مطاع و معبود، وقتی که من معبود او مطاع او مطبوع، تا وقتی که من این تعریف خوب ذهنن و فکرن یاد نداشتم، خودم ایران بودم، خودم ایران بودیم، نمیفهمیدیم دین. وقتی که فهمیدیم گفتیم ای واقعیت است. حالا براتان میگیم دلتان یک 200 کامنت منفی بتین، یک 200 دشنام بتین، مشکل نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام ندادن به خاطر توحید، بتین، چی مشکل داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم تا 40 سالگی خود هیچ چیز نمیگفت، هیچ چیز نمیگفت. کلگی برش میگفتن که طیب است، طاهر است، صادق است، امین است. صحیح است؟ و وقتی که 40 ساله شد رسول الله صلی الله علیه و سلم امو خوبترین دوستایش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم میگفت قولوا لا اله الا الله. ابو لهب که کاکاش بود از پشت سرش میرفت میگفت که لا تسمعوه، نشنوین، فانه کذاب، میگفت دروغگوی است. امی ابو لهب قبلا ایره چی میگفت؟ صادق و امین میگفت و آل تخلصش کذاب جور کرد. ابتر گفتن، کذاب گفتن، مجنون گفتن، ساحر گفتن، چیزی که القاب بود برش دادن. لكن الله متعال ان الله يدافع عن الذين آمنوا، الله از مؤمنین دفاع میکنه. از مؤمنین کی دفاع میکنه؟ الله دفاع میکنه. لکن برای فرعون و هامان و شداد و نمرود وقت میده. برای قوم نوح علیه السلام 950 سال الله وقت داد، چون حلیم است، وقت میده برشان. لکن 950 سال باز تو غرقشان کرد که تکت تکه شدن و نابود شدن. و انشاءالله فرعون و طاغوت، فرعونای عصر ما و شدادهای عصر ما و ابو جهل‌های عصر ما، اینا کلشان الله متعال چی میکنه؟ نابود میکنه. ولی برش وقت میده که باز در روز قیامت نگوی که یا الله اگر ما را وقت میدادی. الله یکی از نامهایش ما شما خواندیم الحلیم است. حلیم یعنی زود دشمن خدا زود نمیگیره، فرصت میتیش خوب تا که طغیانش خوب به اوج برسه، بالاخره باز هلاکش میکنه، نابودش میکنه، مثل فرعون. موسی علیه السلام در مقابل فرعون و قارون و بلعم باعور و در مقابل کل از اینا مبارزه میکنه، ولی الله متعال باز بالاخره والعاقبت للمتقین. پس اگر روسه میگیریم باید اول اندیشه و فکر خود جور بکنیم، کلمه لا اله الا الله رو در مقابل خود قرار بدیم و ببینیم که آیا من پیرو طاغوت مطاع هستم؟ بعضی کسا افلاطون به شکل یک فیلسوف یک طاغوت است. افلاطون و سقراط و چارلز داروین و سارتر و اینا طواغیتی هستن فکری. مکتبای طاغوتی ضد اسلامی را به نام ماتریالیسم، ماده پرستی، به نام عقل گرایی، به نام علم گرایی، به این سیستم های طاغوتی را جور کردن و یا قوانین طاغوتی را جور کردن به نام دموکراسی و به نام
نظام سیکولر و به نام سوسیال دموکرات و به نام لیبرال دموکرات، اینا کلش سیستم های طاغوتی هست. تا وقتی که از اینا را نفی نکنیم، فمن یکفر به طاغوت نشیم، اینجا مشکلات بر ما پیدا میشه. چی طاغوت مطاع باشه به شکل رئیس جمهور، پادشاه، مفکر، فیلسوف، سیاستمدار، و یا طاغوت مطبوع باشه به شکل مولوی و شیخ الحدیث و احبار و رهبان و یا پیر. اینا کلشون به این لباس ها میه. و گاهی هم به شکل طاغوت معبود می باشه که مثل ساحر و جادوگر و فالبین و رملانداز اینا هستن که ادعای علم غیب میکنن. اینا باید به اینا کافر شوی. با از او الا الله میگی و با اینمی عقیده و با امی اندیشه و با امی فکر انسان روزه بگیره و با بارگاه الله روزش قبول میکنه. و وقتی که انداد هر چیزی که قلب تو را از الله دور میسازه، این رو باید دور بکنی، نفی کنی. لا اله الا الله. انداد کسایی را که با الله شریک میسازه. چه قسم شریک میسازه؟ محبت الله را بر از او میته، خوف الله را بر از او میته. انداد باید رد بکنی. ارباب، کسایی که خود رب میگن، امی تواغیت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس وقتی ما یارا نفی کردیم و الا الله را واقعا صادقانه به قلب خود گفتیم و از این طاغوتا قلب ما پاک شد، بعد از روزه بگیریم. در غیر از او ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان هست. درست است که اگر فتنه ها هست، طرفدارای باطل زیاد هستن، باطل گویا زیاد هستن، تواغیت زیاد هستن، لکن در مقابل از میگه هر فرعون لره موسی استه. برای هر فرعون الله موسی را خلق کرده که در هر عصر برنامه موسی علیه السلام پیش میبره و فرعون بالاخره نابود میشه و هلاک میشه و الله هلاکش میکنه. پس بین وقتی این ارکان کلمه را فهمیدیم که نفی تواغیت و نفی معبودای باطل و اثبات عبادت فقط برای الله و اثبات حکم به ذات حکیم که الله هست، برای ما قوانین و تشریع قوانین الله کرده است. پس چی حلال است، چی حرام است، چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است، الله تعیین میکنه و پیغمبر تبلیغ میکنه. اما الا الله میگه. آیا زندگی ما، روزه ما، نماز ما به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ محمد رسول الله این رکن دیگه هست. دو رکن در لا اله الا الله هست و رکن سومی در الا الله هست، در محمد رسول الله هست. آیا رهبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ آیا روزه به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم؟ آیا نماز ما به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ انسان از خود پرسان بکنه. آیا نماز ما به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ آیا روزه ما به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم روزه میگرفت؟ با ایمان کامل، با فکر کامل، با قلب پاک، با زبان پاک، با دست، با تمام اعضای بدن روزه میگرفت. اما اگر مثلا روزه‌دار هستیم اما چشم ما روزه نداره، پس این روزه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. زبان ما روزه‌دار نیست. در توهین مردم، در تحقیر مردم، خصوصا انسان‌های دیندار و موحد توهین کردن، تحقیر کردن، این باز روزه خود بازی دادن است. پس باید همین قسم که فکر خدا جور کنیم، عقیده خدا جور بکنیم، همین قسم اعضای بدن خدا کلش آماده روزه بسازیم. با الله عهد بکنیم که یا الله در ماه مبارک رمضان
الله متعال میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میگه بالای شما روزه فرض شد مثل که بالای کسای دیگه که قبل از شما بود، امتهای اسلامی دیگه بالای از اونها هم روزه فرض بود. لعلکم تتقون، اینجا دلیلش میگه که یعنی این روزه چرا فرض شده که یک ماه شما باید نخورین ننوشین، از بسیاری چیزهای حلال خدا کنترل بکنین، نگهداری بکنین. این برای چی هست؟ برای از این هست که یک ماه یک کورس است، ترینینگ است، تعلیم است. چی رو تعلیم میده؟ یک کورس ترینینگ تقوا هست، یک کورس ترینینگ و تمرین تقوا هست. قلبت تقوا حاصل بکنه، فکر تقوا حاصل بکنه، زبان تقوا حاصل بکنه، چشمای تقوا حاصل بکنه، گوشای تقوا حاصل بکنه. چه قسم تقوا حاصل میشه که در ماه مبارک رمضان از آنچه که مخالف تقوا هست، از کبایر و صغایر خود دور بسازی. مثلا این فیسبوکی که سیل میکنی دمی چند داره تصویر برهنه میه، یعنی وقتی که تو آیسای ستیر میکنی این ثبت نمیشه. یعنی من مثلا اگر آستای که دمی قلم این قدر باز بکنم، این رمیل یعنی کامera ثبت نمیکنه. اگر با دست خود آستای که یک چیز را کش میکنی آمد، این انگشت تو شما میبینید که وقتی که انگشت های انسان اونجا گذاشته میشه، صحیح نه؟ در پاسپورت در هر جای انگشت های مبرایه. خب این انگشت هایی که مثلا پس فیلم غلط دیدن، سریال غلط دیدن، برای خواهرای ما که مردهای نامحرم میبینن و برای برادرای ما که خانمهای نامحرم میبینن و کافرات و مشرکات و زانیات و فاسقات یارا کلشان اینجا پر هستن. ماه مبارک رمضان برای هست که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ببینید مؤمنین برشان گفته شده که شما در مدینه منوره خانم‌های با حجاب بودن، وقتی خانم با حجاب هم می‌بینی باید چشم پوشی بکنی. و قل للمؤمنات، برای خانم‌های با ایمان بگو یغضضن من ابصارهن که چشم پوشی بکنن. مردهای دیندار با ایمان با حیا با همه چیز به طرف از اونا. حال وقت ما و شما میایم در اینجا، پس قبل از رمضان کوشش بکنیم، عهد بکنیم، تصمیم بگیریم. تصمیم به دست خود انسان است. یک کس میگه ما نمیتونیم، نه خیر میتونیم اگر بخوایم. مثلا اگر بخوایم در رمضان هم میتونیم، در غیر از رمضان هم میتونیم. لیکن وقتی خود ما تصمیم قاطع بگیریم و بگوییم که من میخوایم که روزه من روزه کامل باشه، روزه باشه که به بارگاه الهی وقتی پیش میشه قبول شود، روزه که با گندگی ها که چشمش روزه نداشت، زبانش روزه نداشت، گوشایش روزه نداشت، غیبت زیاد میشنید، غیبت زیاد میکرد، از زبانش هرچی خارج میشد گفته میرفت، کنترل نداشت، گوشایش برای شنیدن ساز و موسیقی و صداهای رنگارنگ و گپا آماده بود. پس این روزه است که بسیار مشکلات داره. ما میخوایم روزی داشته باشیم که به بارگاه الله سبحانه و تعالی مت پاک صفا بره و قبول بارگاه الله سبحانه و تعالی شود. پس روزی خوب با عقیده بسیار خوبی که زیربنای ازی هست. زیربنای روزه چی هست؟ ایمان توحیدی حقیقی که با ارکان لا اله الا الله محمد رسول الله باشه و با دیگه شرایطی که به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. ضرور نیست که ما مثلا در ماه مبارک رمضان 6 7 8 ختم بکنیم. خب اگر یک ختم بکنیم که در آیات قرآن تفکر و تدبر بکنیم، با ترجمه قرآن و با فهم قرآن بکنیم، این تأثیر در شخصیت ما میره و عمو هدف ماه مبارک رمضان که ما را تربیه میکنه با تقوا میسازه تا که 11 ماه دیگه با تقوا باشیم. این وقت تاثیر میکنه. اما که مثلا انسان ختم کرده میره و الفاظ فقط میخونه
لکن هیچ تأثیری در ایمان ازی، در تقوای ازی، در شخصیت ازی، در فهم اسلامی ازی، در دانستن واقعیت ها هیچ تأثیر نداشته باشه، باز اینی یعنی روزه کامل نیست. ما روزه مکلفیت داریم به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم. پس نماز ما به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم نماز میخوان؟ در هر آیت قرآن استاد میشد الحمد لله رب العالمین. و حتی صحابه از امی خالیگاهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین آیات دیگه داشت، اینا میتونستن که از پشت سرش سوره فاتحه را هم بخوانن. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی امامی که نماز میته تو نماز بده که مقتدیش اگر خواسته باشه که سوره فاتحه را آیاتش در پشت سر ازی بخوانه، ما مزاحم از اون نشه. نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کوشش بکنیم دعاهایی که در نماز هست، وقتی که مثلا در رکوع میریم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة والروح. حفظ کنیم. اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك اسلمت، خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي و ما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. دعاها کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع میخونه، در سجده میخونه. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. و دیگهش مثلا ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این دعاهایی که در رکوع هست، در سجده هست، در قعده هست. چه وقت یاد میگیریم؟ ماه مبارک رمضان ماه فرصت ها هست که ایره داشته باشیم. انسان های مالدار وقتی که برای میز خود چند قسم غذا را تعیین میکنی، آیا در فکر ازی هستی که کسایی هستن که در ماه مبارک رمضان امی امکانات نداره؟ آیا در ماه مبارک رمضان خودت 8 قسم 10 قسم غذا میخوری و کسی دیگه هست که 1 قسم غذا نداره، تو 10 قسم میخوری و کسی دیگه 1 قسم غذا نداره برای افطار خود؟ این روزه را الله قبول میکنه؟ ببینید ما خود فریب میدیم بسیاری اوقات. بسیاری وقتا خود فریب میدیم و برای خود فتوا جور میکنیم. امروز بسیار مفتی‌ها زیاد هستن که هر کس فقط وقتی میخوایی که دیگه رد کنی، گپ حق رد کنی، قرآن رد کنی، حدیث رد کنی، کسی که قرآن میگه و آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، او یک چند نام سرش بان، چند دشنام برش بتی، خلاص دیگه مردم درس زیر گوش نگیرین و سپرتین درسش. اینه باز بر خود فتوا بتی، شکمت 20 قسم غذا و فقیر و مسکین. الله متعال میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مالهایشان انسان با تقوا لعلکم تتقون، برای کسی هست که در مالش برای سائل و محروم حق باشه. چه قسم حق باشه که بگه مثلا من 10 قسم غذا میتونم بخورم، بیا از این 10 قسم غذا 5 تاش خیر است من میخورم، 5 تاش برای فقرا تخصیص میدم، برای خانم خود اولاد خود لباس های مثلا $200 میخرم، خیر است برای یک فقیر لباس $2 از 200 روپیه 1 روپیشه، $1 برای خانمت، برای اولادای 2,000 افغانی، برای هر طفل 12 13 لباس،
اما اونجا یک تفلک دیگه هست، بر از او در 200 روپیه هم یک لباسش میشه. یک خانم مسکین و بیوه و محتاج است، او در 200-300 روپیه یک پیرانکش برش میشه. حالا ما میخواهیم که به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه بگیریم. تو که از محنت دیگران بیغمی. سعدی چی میگه؟ میگه تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ما خورد بدیم این رقم میخواندیم میتونیم این چی میگه؟ تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. او میگه اصلا آدم نیستی. مسلمان خود چی میکنی؟ میگه اصلا شما آدم نیستین وقتی که در فکر دیگران نیستی و در مالت برای مسکین، فقیر، محتاج، بیچاره، غریب چیزی برای اونا شما تخصیص ندادین. بنی آدم اعضای یک دیگرن، چو در آفرینش یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این شعر ما این نمیفهم که 30 سال خمیشه که میره حفظ کرده در زمان مکتب و این وقتا. پس میخوایم روزه بگیریم. اگر روزی واقعی میگیریم، روزی واقعی است که انسان قلب مهربانی داشته باشه، که او قلب مهربان ازی الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون، در روز قیامت مال و فرزندان منفعت نمیرسن الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که میگه پیش الله با قلب سالم بیه. و قلب سالم قلبی هست که کدام قلب است؟ قلبی هست که به او محبت و درد برای دیگران داشته باشه، یعنی درک داشته باشه و درد داشته باشه. درک میکنه حالت مردم و به خاطر حالت مردم درک می داشته باشه. و به این شکل اگر دوستان ما شما روزه بگیریم، انشاءالله روزی خوبی بود. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که به این شکل روزه بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.